درود بر شما. خوش اومدید به کانال خودتون رویداد دات. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید و همراه ما باشید. لامبورگینی وننو یک ابرخودروی بسیار خاص و کمیاب است که مرزهای طراحی و مهندسی را جابجا کرده. تمام جزئیات این ماشین از علت ساخت تا طراحی بدنه بر اساس عملکرد و نمایش قدرت مطلق بنا شده‌اند. در اینجا هر آنچه باید در مورد این گاو وحشی ایتالیایی بدانید آمده است: علت ساخت، هدف و تاریخچه، جشن 50 سالگی لامبورگینی. مناسبت: ونو در سال 2013 و به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس شرکت لامبورگینی معرفی شد. هدف این بود که یک هایپرکار خاص و گران قیمت تولید شود که اوج توانایی‌های این شرکت را به نمایش بگذارد. تولید محدود. خاص بودن ونو باعث شد تا تعداد تولید آن به شدت محدود باشد. کوپه. تنها 4 دستگاه تولید شد. 3 دستگاه برای فروش به مشتریان که هر کدام با رنگ‌های قرمز، سبز و سفید پرچم ایتالیا تزیین شدند. و 1 دستگاه شاسی شماره 0 برای خود کارخانه و موزه لامبورگینی. رودستر. 9 دستگاه دیگر نیز از مدل بدون سقف رودستر تولید شد. ریشه نام: مطابق سنت لامبورگینی، نام این خودرو از روی یک گاو مبارزه‌ای مشهور اسپانیایی گرفته شده است. وننو نام یکی از خشن‌ترین گاوهای مبارزه در سال 1914 بود که یک ماتادور معروف را به کام مرگ کشاند. طراحی بدنه، آیرودینامیک و ساختار. طراحی ونو بسیار خشن و شبیه به یک نمونه اولیه مسابقه‌ای ریسینگ پروتوتایپ برای جاده است. هر خط و زاویه‌ای در بدنه صرفاً برای زیبایی نیست، بلکه عملکرد آیرودینامیکی دارد. 1. ساختار سبک وزن، فیبر کربن. شاسی مونوکوک. ونو بر اساس پلتفرم لامبورگینی اونتادور ساخته شده است، اما دارای یک شاسی تک بدنه مونوکوک از جنس فیبر کربن است. بدنه و کابین. تقریباً تمام پنل‌های خارجی بدنه از پلیمر کربنی فوق سبک CFRP ساخته شده‌اند. در داخل کابین نیز از مواد پیشرفته‌ای مانند کاربن سکن، یک نوع فیبر کربن با رزین مخصوص که کل کابین و صندلی‌ها را پوشانده، برای کاهش وزن و استحکام استفاده شده است. وزن مدل کوپه خشک تنها 1450 کیلوگرم، 3197 پوند است که منجر به نسبت قدرت به وزن فوق‌العاده 1.93 kg/h می شود. 2. ویژگی‌های آیرودینامیک کلیدی: اسپلیتر و دیفیوزر. قسمت جلویی و پشتی خودرو دارای ورودی‌ها و خروجی‌های هوایی بزرگ و شکل آیرودینامیک هستند که باعث ایجاد نیروی داونفورس، چسبندگی به سطح جاده عالی در سرعت‌های بالا می‌شود و خودرو را کنترل‌پذیرتر می‌کند. بال بزرگ عقب. دارای بال عقب بزرگی است که قابل تنظیم بوده و برای تولید حداکثر نیروی داونفورس ضروری است. چراغ‌های وای شکل. یکی از متفاوت‌ترین و بارزترین ویژگی‌های طراحی ونو، چراغ‌های بزرگ و خشن آن با فرم وای شکل است که برای اولین بار در این خودرو به کار رفت. چرخ‌های توربینی. چرخ‌های ونو دارای طرحی شبیه به پره توربین هستند که علاوه بر زیبایی به خنک شدن بهتر ترمزها کمک شایانی می‌کنند. مشخصات فنی و عملکرد. ونو نه تنها در طراحی بلکه در قدرت نیز یک هیولاست. مشخصه فنی. جزئیات: موتور 6.1 لیتری V12، تنفس طبیعی، برگرفته از آونتادور اما تقویت شده. قدرت: 750 حسب بخار PS در 8400 دور در دقیقه. گشتاور: 690 نیوتن متر در 5500 دور در دقیقه. گیربکس: 7 سرعته ISR، گیربکس نیمه اتوماتیک مستقل. سیستم محرک: تمام چرخ متحرک AWD با کلاچ هالدکس نسل 4. شتابه 3 تا 100 کیلومتر/ساعت. 2.8 ثانیه. حد اکثر سرعت 355 کیلومتر بر ساعت. ترمزها: کربن سرامیک CCB برای عملکرد ترمزگیری فوق‌العاده. در مجموع، لامبورگینی ونو یک شاهکار مهندسی و طراحی است که به عنوان تجلی اوج قدرت و طراحی لامبورگینی در 50 سالگی آن شناخته می شود. همانطور که اشاره کردید، یکی از جنبه‌های حیرت انگیز ونو، قیمت و همچنین ویژگی‌های خاص مدل رودستر آن است. قیمت فوق‌العاده و ارزش کلکسیونی. ونو در زمان معرفی یکی از گرانترین خودروهای جدیدی بود که تا آن زمان به تولید رسیده بود و این قیمت نجومی نتیجه تولید بسیار محدود و استفاده از تکنولوژی‌های انحصاری در آن بود. 1.
قیمت اصلی در زمان عرضه 2013. مدل کوپه. قیمت اولیه برای هر یک از 3 دستگاه فروخته شده به مشتریان حدود 3.3 میلیون یورو، نزدیک به 4 میلیون دلار آمریکا در آن زمان بود. مدل رودستر. قیمت مدل رودستر به دلیل تولید کمی بیشتر 9 دستگاه، اندکی بالاتر و حدود 30.9 میلیون یورو، نزدیک به 4.5 میلیون دلار تعیین شد. 2. ارزش فعلی در بازار ثانویه. به دلیل نادر بودن بی‌نظیر، مجموعاً فقط 13 دستگاه در جهان، ونو به سرعت به یک آیتم فوق‌العاده ارزشمند برای کلکسیونرها تبدیل شد. گزارش‌هایی از فروش ونو در حراجی‌های خصوصی به قیمت‌های بسیار بالاتر منتشر شده است. به عنوان مثال، یک مدل رودستر که قبلاً متعلق به معاون رئیس جمهور گینه استوایی بود، در سال 2019 به قیمت باورنکردنی 8.3 میلیون دلار به فروش رسید. در حال حاضر، ارزش ونو در حراجی‌ها و معاملات خصوصی می‌تواند به راحتی از 10 میلیون دلار فراتر برود که آن را در زمره با ارزش‌ترین ابرخودروهای مدرن قرار می‌دهد. لامبورگینی وننو رودستر. مدل رودستر یا بدون سقف کمی پس از کوپه معرفی شد و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. تولید بیشتر اما همچنان کم، تعداد 9 دستگاه از مدل رودستر ساخته شد در مقایسه با 4 دستگاه کوپه. فاقد سقف دائمی. بارزترین ویژگی مدل رودستر این است که اصلاً سقف دائمی ندارد. این خودرو کاملاً برای رانندگی در هوای آزاد طراحی شده و حتی سقف پارچه‌ای اضطراری هم ندارد. این تصمیم بر ماهیت مسابقه‌ای و افراطی خودرو تاکید می‌کند. وزن بیشتر، جزئی. به دلیل تقویت ساختار شاسی برای جبران نبود سقف، مدل رودستر حدود 50 کیلوگرم سنگین‌تر از کوپه است، با وزن خشک 1500 کیلوگرم. مشخصات فنی یکسان. از نظر قدرت موتور 750 حسب بخار، گیربکس و شتاب 2.9 ثانیه برای 3 تا 100 کیلومتر ساعت، تفاوت چندانی با مدل کوپه ندارد و همچنان یکی از سریع‌ترین خودروهای بدون سقف جهان است. وننو، چه در نسخه کوپه و چه رودستر، واقعاً نشان دهنده یک خودروی هنری و کلکسیونی است که نه تنها برای رانندگی، بلکه برای تاریخ‌سازی در دنیای ابرخودروها ساخته شده است. ساب یادتون نره و لایک کنید که به من انرژی بدین و تو کامنت ها نظر خودتون رو درباره این ویدیوها بگین.